ما باید ثروت داشته باشیم، ما باید علم داشته باشیم که آدمی را بتر از علت نادانی نیست. راست میگه پیغمبر ما هم میفرماید که اطلب العلم من المهد الى اللحد، ز گهواره تا گور دانش بجوی. هیچ وقتی ما از کتاب نبریم، هیچ وقتی این اندیشه بی مغز و این فکری بی ثمر در کله ما جا نگیرد که اگر ما روز ثروت داشتیم دیگر علم به درد ما نمیخورد. نه، علم جایگاهی بسیار رفیع و والایی دارد که خدای تبارک و تعالی میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند مقام دانشمندان عالم را بعد از مقام مؤمنان بالا و بالا و بالا برده اند و دانشمندان عالم را گرامی داشته اند. یعنی فی الجمله درست است. ثروت را هم عرض کردم، وقت عنوان میکند ثروتمند شویم درست میگوید. وقتی که میگوید قدرت داشته باشیم فی الجمله درست میگوید. باید ما برای حفاظت از کیان اسلام، از حریم اسلام، از حریم ارزش‌های انسانی قدرت هم داشته باشیم. یک سخن بسیار سنجیده شده است، ولی همه اینها جزء العلت زندگی است. همه اینها بخش از کارها در زندگی ما هست، نه تمام کارها. خلاصتا عرض کنیم عزیزانم، اگر ما بخواهیم در صلاح و فلاح و رستگاری و آبرومندی و مقام بلند ارزش انسانی برسیم، نه تنها ثروت، نه تنها علم، نه تنها قدرت، در کنار همه اینها پایه اساسی و اصل در زندگی ما باید ظرفیت انسانی داشته باشیم که خداوند از او تعبیر به تقوا می کند. یعنی عزیزانم در کنار ثروت اگر ظرفیت نباشد، این ثروت ما را دیوانه می کند، همچنان قارون را دیوانه کرد. اگر مثلا در کنار علم انسان تقوا نداشته باشد، در کنار علم خدا را شاهد نگیرد، در کنار علم تعهد خدمتگزاری در پیشگاه خدا و خلقش نداشته باشد، از بلعم با او را زیادتر نمی شود. و اگر در کنار قدرت و مکنت و دبدبه و کبکبه دنیایی تقوای الهی و اندیشه انبیایی و قرآنی نداشته باشد، یقینا از فرعون مصری بایی سخن الهی، سخن انسانی اون چیز است که خدای تبارک و تعالی در قرآنش میفرماید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بار الها اگر قرار است برای ما ثروت بدهی، پیش از ثروت برای ما ظرفیت و سعه صدرشان را بدی که ما هضم بتوانیم. ای خدای بزرگ، اگر برای ما علم میدی، اگر قرار است ما را در قله های رفیع علم و دانایی رهنمون نمایی، پیش از اون سعه صدر و ظرفیتشان را برای ما بدی. خدای تبارک و تعالی، ای خدای خوب ما، اگر قرار است برای ما قدرت بدی، اول سعه صدرشان، اول ظرفیتشان، اول حوصلهشان، اول توان هضمشان را برای ما بدی. پس زیبایی زندگی و اون چیزی که بیمه می کند سعادت ما را اون سعه صدر الهی است. همه چیز را از آن خدا بدانیم. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یعنی خدای تبارک و تعالی گونه ما را هدایت کند، بخواهیم که هدایت کند، بطلبیم که هدایت کند، خاضعانه هم بطلبیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را در راه خودت هدایت کن. هدایت یافتگان یعنی چی؟ یعنی ای که ما سعه صدر داشته باشیم، اگر اون روز در اوج ثروت رسیدیم به فرق دیگران نکوبیم، اگر در اوج دانایی رسیدیم فخر نفروشیم، اگر در اوج قدرت رسیدیم پنجه خود را در گلوی مستضعفان عالم فرو نکردیم و همه چیز را از خدا دانستیم و گفتیم انا لله و انا الیه راجعون. یقینا از انسانهای سعادتمند، آبرومند و ارزشمندی درگاه خدا هستیم. اونگاه که هیچ ملائکه‌ای، هیچ موجودی، هیچ مخلوقی به پای مقام والای انسانیت نخواهد رسید. از خدای تبارک و تعالی، از فرمان روای کل کیهان عالم عاجزانه تقاضامندیم خدایا پیش از هر نعمتی، از هر رحمتی که سراغ ما را بگیرد
که ما به اون هر یک اونها محتاجیم. بار الها ظرفیت و سعه صدرشان را برای همه ما عطا و کرامت بفرما. الهی آمین، الهی آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.